امیدوارم که حال دل تک تک شما جیگرهای من خوب باشه. چه کاره کردید عشقای من؟ امیدوارم که امروز تو روز بارونی آخر هفته اشغال کرده باشید و اومدم ویدیو جدید بدم تو روز بارونی که اصلا عشق کنید. اومدم چند از بتل راش برم و شما دوستان بیاید منو حمایت کنید. اولین ویدیوی چنلمه و بالاخره نیازه که حمایت شما جیگرها باشه دیگه. بدو بینم پسر خوب، پسر خوب، بدو بینم. در هر حالت نمیره، چه بخوای کلاش کنی چه هر غلطی که دیگه بخوای کنی. خب بچه چون که اولین ویدیو چنل منه، عمدتا شما جیگرها باید توی ویدیو من نگاه کنید. دوست داشتید کامنت بذارید، دوست داشتید هر کار دیگه ای که عشقتون میشه اصلا بیاید به من فوش بدید، هر کاری خواستید کنید. نظر واقعیتونه، هیچ چیزی اجباری در کار نیستش. شما هر کاری خواستید کنید، شما صاحب اختیارید عشقای من. خب باید بگم که توی این مسائلی که پیش اومده واقعا اتفاقات ناجوری افتاده که یوتیوب اومده درآمد یوتیوبرهای دیگه، مثلا حالا نمیخوام اسم ببرم از کسی دیگه توی ویدیو، میخوام بگم که حرف من کامل اینه، نه برای خودم و در کل میخوام بگم که یوتیوب واقعا کارش درست نبوده. من اصلا نمیخوام درباره چیزی نظر بدم، میخوام بیام شما داداشای منید دیگه، میخوام بیام چون که ویدیو اول منه میخوام بیام فقط نظرمو بهتون بگم، چون که واقعا اصلا نه برای خودم، چون که من که هنوز اصلا مانیتایز نشدم که اولین ویدیوی چنل منه دیگه. اصلا من تا مانیتایز بشم چندین سال طول میکشه که البته من داداشای خودمو دارم تا اصلا انقدر به زودی مطمئنم که شما منو حمایت میکنید که اصلا نیازی نیست بیام این حرفو بزنم. دشواری ندارم، به خاطر همین اصلا درباره هیچ چیزی دشواری ندارم. دشواری چیه؟ درباره هیچ چیزی دشواری ندارم. فقط حرفم اینه که کسایی که برای چنلشون به زیادی زحمت کشیدن واقعا اصلا حقشون نبوده که همچین اتفاقی براشون بیفته. نمیخوام بیا مثلا چسناله برم براتون تو این ویدیو. اولین ویدیو بالاخره باید انرژی باشه، بعدش هم که دیگه بگم که اصلا بابا پینگو ببین، پینگ 258 عالی. اصلا عشق بهتر از این نمیشه که، بهتر از این اصلا پینگ نداریم. فقط یه ایرانیه که میتونه با پینگ چیز بیاد ویدیو ضبط کنه، داداشاش هم که حمایتش میکنن دیگه. داشت کمبا میشد. منو عصبانی نکن پسر خوب، من عصبانی باشم برات بد میشه. البته تو دستم داره خسته میشه، بمیر دیگه. دستم خسته شد، اشکالی نداره، ما که دوتا جلویم ازشیم، بنده خدا که هیچ غلطی فعلا نمیتونه کنه. برو خودم هولت میدم بری، بیا ماشاءالله عشق من. دوستان این ویدیو که میذارم، من همه ویدیوام قرار اینطوری باشه. حالا اولین ویدیو بودش گفتم بیام یکم براتون ویدیو بتل راش بذارم. بتل راش هم که گیم مورد علاقه من، اگه پینگای خوشگلمون اجازه بدن که فکر نکنم. اوه خوجی ناموسن نگاه کن دارم با چه پینگی یارو رو کمبو میکنه، اصلا خود یارو پشماش ریخته. خب مچ دوم هم وین کردیم و بریم سراغ مچ سوم. بچه هر ایده‌ای که خواستید توی کامنت ها برای من بنویسید، آموزش خواستید، هر چیزی، شما ریچ و قیچی دست خودتونه. بالاخره فقط با کمک شما جیگراست که من میتونم رشد کنم دیگه. هر چیزی که خواستید رو به من بگید، من براتون ویدیوش میکنم و عشق کنید دیگه. خلاصه بچه این همون یارویی بودش که مچ اول بردمش، الان دیگه فشاری شده داره بلاک میذاره. اصلا بلاک بلیسینگ که اصلا از این پلی رو بدم میاد، یکم سم من. ببین داداش خب نترس، ترشیدی نترس. دوستان ویدیوی بعدی به احتمال زیاد بخوام براتون بررسی اکانت چیز رو بذارم، بد لاین رو بذارم که یکم ویدیوی جالبی در میاد.
هر چیز دیگه هم که خواستید ایده بدید، من براتون ویدیوش میکنم که به خوبی بشین دور هم چیپس و فکر رو بردارید بیارید و بشینیم ویدیو ببینید. خب بار دوم میره و میخوام یه کامبک حرفه‌ای براتون بزنم. ای بابا افتاد. ای وای چقدر بد شد، افتادش پشت بلاک، دیگه نشدش. ای بابا این داداشمون منو بردش، ولی دوست دارم فقط مچهت با خود یارو بیفتم، برم یه دونه بزنم پس کلش. بالاخره دستم خسته شد، اصلا هیچ عالی بودش. خب دوستان اینو بهتون بگم که من تایم ویدیو گذاشتنم چیز متغیره، ولی بخوام یه بیس کلی ازش بهتون بگم اینطوریه که احتمال اینکه مخصوصا برای اینکه تازه چنلم تأسیس شده، احتمال خیلی زیاد هفته مثلا آخرای هفته، حالا کلا در هفته حداقلش یه دونه لانگ ویدیو رو سعی میکنم به شما دوستانم بدم دیگه. عشق کنید و چیپس و فکاتون رو بردارید بیارید و بشینید ویدیو ببینید. این که 100% که نه، ولی احتمال 90% هستش این چیزی که بهتون گفتم. شورت ویدیو رو هم سعی میکنم هر روز، ولی اگه نشدش حداقلش یه روز در میون شورت ویدیو رو داریم از بدوارز و چیزای دیگه که هستش دیگه، گیم مودای دیگه. و اینکه شاید هم حالا گفته باشم یا نگفته باشم، توی بیوی چنلم باشه نباشه، ما اگه رشد کنیم که احتمال خیلی زیاد به خاطر اینکه داداشای با معرفتی مثل شما دارم 100% رشد میکنیم، ولی اینطوری باشه که ما اگه رشد کردیم و خیلی رفتیم بالا، ویدیوهای بازی دیگه هم میذاریم. چرا من با هر کی میرم لف میده داداش؟ نکن. خب دارم ویدیو ضبط میکنم، رو مخ من نرو. ما میرن هی دارن لف میدن، ول کنید دیگه. هی من میخوام ادب و رعایت کنم، اینا نمیذارن. الله بچه‌ها در هر شرایطی ادب خوبه، ولی بجاش باید فوشتون رو بدید. داداشم خدا داده عزیزی نیست به خدا به ریشه است به حضرت عباس رفته وسط برنامه فوش داده، ما دیگه کی باشیم؟ اصلا عشق. توش چکام پینگ من بده یا پینگ این داداشم بده؟ پینگ من که والا اینجا نوشته پینگم خوبه، نمیدونم دیگه والا، مخم نمیکشه به خدا. ای وای کلاش داشت میشد، عالی، آرامش داشت کلاش میشد، نشدش، اشکالی نداره بابا. من از این بدم میاد. اسپام پروتکشن دیگه چه پخیه؟ ول کنید دیگه، اسپام پروتکشن بده. یارو داشتم کامبو میکردم نذاش اسپام پروتکشن. حالا اسپام پروتکشن به ما برسه نه هیچ. خلاصه که این است از ماجرا. اسپام پروتکشن واقعا چیز گوییه. گندگوزی میکنی، کلاچ میکنی برا من وقتی یه دونه میزنمت ولت میکنم دیگه، نباید که پر رو زر بیاری داداشم. دومی میزنی یه دونه کامبک میزنم بهت اگه نت یاری کنه، که احتمالش خیلی کمه که نت یاری کنه بهمون. ببین نت اصلا من یهو میرم عقب. خب آها یارو مردش، ایول. یارو فلج شدم، هشتگ فلج. ای بابا منو بردی. آره اشکالی نداره، آرامش خیلی کامل.